نمایندگان شورای معارف ناحیه وسه با خواننده صنف 11 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 24 دهه خواجه مومین دهات توگرگ یوسف سید احمدزاده از نام ریاست معارف ولایت ختلان افتخارنامه و مدال تقدیم کردند. این قدردانی برای آن بود که یوسف از فن بیولوژی غالب آزمون ولایتی گردیده با دور جمهوری راه یافت. همچنین از نام شورای معارف برای مسئولیت بلند در تربیت درست فرزند با مادر یوسف سپاسنامه تقدیم کردند. این جمع آمد والدان و آموزگاران در دایره نشر چهاربینی‌های شورای معارف ناحیه وسه اوید اجرای دستور و سپارش‌های پیشوای ملت و مجلس عالی کشور در سمت تربیت درست نسل نورس برگزار کرده شد. در این همایش تاکید کرده شد که جهت بالا رفتن سویه دانش معرفت‌نامه خوانندگان حکومت مملکت تدبیرهای ضروری را راه‌اندازی کرده ایستاده است. در خدمت سوالها از جانب والدان پیشنهاد گردید که آنها می‌خواهند فرزندانشان زبان‌های خارجی را چقورتر از خود نمایند. درس‌های انگلیسی و روسی را بسیارتر سخت‌تر گیرند برای آنکه خوانندگان ما از زبان روسی و انگلیسی چیزی پی نمیبرند. امروز اساس این صفت تعلیم تربیت است. باید کوشش کنیم که صفت تعلیم تربیت در مؤسسه خوب شود. برای صفت تعلیم تربیت خوب کردن علاقه پدر و مادر به مؤسسه تعلیم سخت زیست بودنش در است. یعنی اینکه ما وقتی که داریم با رشد صنعت‌کنی میگیم پیش از آن برای متخصصایی که در ساحه صنعت کار میکنن لازم است. برای این آموزش فن‌های دقیق، شیمی بیولوژی، شیمی فیزیک و از آن جمله برای گفتگوزار ما زبان‌های انگلیسی و روسی بسیار لازم است. من خیلی کرده که برای ما پیش از همه ضرور است که پدر و مادر نسبت زبان آموزی و با فن‌های دقیق آنها را زیج القان کردن کار زیادی را باجا بیارند. مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 24 در دهه کوهستان خواجه مومین دهات توگرگ واقع گشته در دوره چهاربینی‌های جشنی بخشیده به 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان با دستگیری اویلای دولتزاده‌ها نزد مؤسسه بنای نوی تعلیمی ساخته شده مورد استفاده قرار داده شده است. در این مؤسسه تعلیمی 216 نفر خوانندگان در شرایط خوب به تحصیل فرا گرفته شدند. با دستگیری اویلای دولتزاده‌ها امسال 10 عدد کامپیوتر به مکتب تحفه کرده شده است. گزارش خواجه نظریف خدای نظر ظهوروف از ناحیه وسه برای برنامه اطلاعاتی نوید.